بریم ببینیم چطوری میتونیم بازی‌های پلی استیشن 1 و 2 رو روی پلی استیشن 3 اجرا بکنیم. تا ادامه ویدیو همراه من باشید. سلام رفقا، امیدوارم کارتون عالی باشه. رسیدیم به یک قسمت دیگه از شبیه سازی. توی این ویدیو قصد بتونم که چطوری میتونید بازی‌های پلی استیشن 1 و پلی استیشن 2 رو به راحتی روی پلی استیشن 3 اجرا بکنید بدون نیاز به کامپیوتر. شما به راحتی میتونید تمام فایل‌ها رو از طریق گوشیتون بریزید داخل فلش مموری. حتی بازی‌ها رو میتونید از طریق گوشیتون بریزید داخل فلش مموری که حالا غالبا با مبدل OTG انجام میشه و میتونید به راحتی فایل ایزو پلی استیشن 2 یا فایل بینکیو پلی استیشن 1 رو مستقیم بریزید داخل فلش مموریتون و به راحتی ادامه مراحل رو داخل کنسول انجام بدید. و اگر کنسول‌های نسل قبل مثل پلی استیشن 2 و پلی استیشن 1 رو ندارید، خیلی راحت میتونید به راحتی داخل کنسول پلی استیشن 3 تون بازی بکنید. این رو هم بگم یک سری بازی‌ها احتمالش هست که اجرا نشن. من یک لیست رو هم واسهتون قرار میدم و بهتون نشون میدم که چیکار باید بکنید. در ادامه به طور کامل متوجه منظورم میشید. بیشتر از این پرحرفی نمی‌کنم، بریم سراغ ویدیو. قبلش خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کانال یوتیوبتون رو که به شدت باعث حمایت از منه. پرحرفی بسه، بریم با همدیگه آموزش شبیه سازی رو داشته باشیم. خب بعد از اینکه ما فایل‌های مورد نیازمون رو از طریق کامپیوتر یا حالا گوشیمون ریختیم داخل فلش مموری و حتما مطمئن باشید که برای نصب پکیج فایل‌هایی که ریختیم داخل فلش حتما فایل سیستم فلشتون FAT32 باشه. این خیلی مهمه. اما برای حالا بازی‌های بالای 4 گیگ که حالا مثلا گاد آف وار میتونه باشه یا بازی‌های دیگه PS2 که حالا بالای 4 گیگ هستن رو خواستید بریزید داخل فلش، میتونید حالا NTFS کنید. NTFS توسط سونی 3 پشتیبانی نمیشه، اما توسط برنامه‌های مثل آیریشمن که جلوتر قرار نصبش بکنیم پشتیبانی میشه. حالا بعد از اینکه ما فلش رو متصل کردیم به کنسول، من هن رو فعال میکنم. خب بعد از اینکه هن واسه ما فعال شد، من وارد پکیج منیجر میشم. این اینستال پکیج فایل رو میزنم و وارد پوشه استاندارد میشم و به ترتیب این 4 تا پکیج فایل رو در واقع نصبش میکنم. به ترتیب از آیریشمن شروع میکنیم الی آخر. خب تمام پکیج فایل ها واسه ما نصب شد و ما همه رو تونستیم نصب بکنیم و حالا به ترتیب بریم سراغ انجام کار. وبمن مود رو هم حتما نصب کنید. من حالا فایلش رو داخل این پوشه ها قرار میدم و شما میتونید به راحتی این فایل ها رو دستی دارید بهش و میتونید به راحتی دانلودش بکنید. وبمن مود رو هم دقیقاً به همین شکل نصب میکنید، اما بعد از اینکه حالا در واقع آیکونش اینجا اومد، فقط کافیه که L1 رو نگه دارید، L1 رو نگه دارید و حالا ضرب در رو بزنید که حالا نگه دارید L1 رو همچنان و ضرب در رو بزنید تا فول ادیشنش واسهتون نصب بشه و خب کنسول یک بار ریبوت میشه، ری استارت میشه یعنی. و خب شما بعد از فعال کردن هن دستی دارید به در واقع وبمن مود که این پوشه وبمن گیم رو میبینید. بعد از اینکه حالا پوشه وبمن گیم رو دیدید، اینجا این پوشه ها واسه شما ایجاد میشه. اگر ایجاد نشد جلوتر بهتون میگم که چیکار باید بکنید. شما میتونید بازی هاتون رو از طریق مولتیمن یا همون آیریشمن در واقع انتقال بدید به اینترنال استوریج خود سونی 3 و خب خیلی راحت میتونید دستی داشته باشید بهش. حالا اولش من بگم که واسه اجرای بازی‌های سونی 1 باید چیکار بکنیم. ابتدا وارد حالا آیریشمن یا مولتیمن میشیم، فرقی نداره، ولی من ها با آیریشمن کار کردم، خیلی به نظرم ساده‌تر اومد. گفتم که آیریشمن رو همینجا بهتون معرفی کنم و خب به نظرم برنامه جالبی بودش. و حالا ما وارد آیریشمن میشیم. اینجا من ضرب در رو میزنم، گفته که بازیات رو میخوای اینجا نصب بشه، توی این پوشه نصب بشه. من میزنم یس و خب میبینید که اینجا لیست بازی‌ها رو واسه من آورده، بازی که در حال حاضر داخل کنسول من هستش. و خب من استارت رو میزنم که وارد گلوبال آپشنش بشم و تولز رو انتخاب میکنم و فایل منیجر. از این قسمت حالا اگر ما فلش مموریمون رو وصل کنیم، میبینید که توی قسمت بی، توی در واقع اون داره که چشمک میزنه و بی هستش، من وارد دیو یو اس بی 2 سرفیک بشم. همین یو اس بی من هستش و من میتونم اینجا بازی هام رو داشته باشم، فایل ایزوش رو، و خیلی راحت بریزم داخل در واقع دیو HDD0 و PS2 ایزوی در واقع PS2 رو داخل PS2 ایزو میریزیم. اگر حالا این پوشه PS2 ایزو رو نداشتید، به راحتی میتونید با زدن دایره نیو فولدر ایجاد بکنید و خب خیلی راحت میتونید در واقع این پوشه رو بسازید و حتما هم با حروف بزرگ باشه. بعدش به راحتی میتونید در واقع این رو کپی کنید داخل این قسمت. مثلا حالا به عنوان مثال اگر من میخوام یک فایل رو کپی کنم، ابتدا این پوشه که میخوام داخلش کپی بشه رو توی قسمت A باز نگه میدارم. به عنوان مثال من آیریشمن رو میخوام توی این پوشه کپی کنم، روش دایره رو میزنم و حالا کپی رو میزنم. اینجا میگه که میخوای از این پوشه به این پوشه حالا کپی کنی این فایل آیریشمن رو. من میزنم یس و میبینید که به راحتی کپی میشه و من اینجا دارمش و میگه که هیچ مشکلی هم نداشت. حالا من این رو نیاز ندارم و اینجا پاکش میکنم
برای PS1 یا همون سونی 1 هم فقط کافیه که فایل BinQ رو بریزید داخل پوشه PSX ایزو. میبینید که همین شکلی من ریختم تیکن 3 و خب فایل کیوش هم هستش، هم دات بین هم دات کیوش هستش و خب ما دیگه با اینجا کاری نداریم. پس واسه PS1 داخل PSX ایزو ریخته میشه و واسه PS2 هم داخل PS2 ایزو ما میریزیم. در آینده هم سعی میکنم PSP رو هم بهتون بگم، میخواستم توی این ویدیو بذارم اما چون یک سری مشکلاتی بهش خورد و درست کار نکرد گفتم فعلا این رو قرار ندم و در آینده حتما این رو هم سعی میکنم پوشش بدم و ویدیوشو بسازم براتون. حالا ما با این قسمت دیگه کاری نداریم، من این رو برمیگردم عقب و اینجا اگزیت فایل منیجر رو میزنم و خب عملا ما دیگه با این قسمت کاری نداریم و من حالا کلا برنامه رو میبندم. خب بعد از اینکه حالا ما برنامه رو بستیم، واسه اینکه ما بازی های در واقع PS1 رو اجرا بکنیم و همچنین PS2 رو بخوایم اجرا بکنیم نیاز داریم که مموری کارت هاشون رو هم واسهشون بسازیم. به خاطر همین من وارد قسمت مموری کارت یوتیلیتی میشم و اینجا کرییت نیو مموری کارت رو میزنم. اینجا واسه PS2 هست و PS1. من ابتدا واسه PS1 رو میسازم و حالا یک اسمی هم بهش اختصاص میدم و ادامه مراحل رو با هم دیگه پیش میبریم. من اینجا میزنم PS1 و استارت رو میزنم که این تایید بشه، اوکی رو میزنم و دایره رو میزنم. حالا از این قسمت بعد که حالا ایجاد شد میتونم روش مثلث بزنم و اسلاتش رو مشخص کنم که اسلات 1 باشه یا 2 باشه. حالا من میذارم همین اسلات 1 بمونه و خب اینجا زیاد مهم نیستش، ولی خب حتما تعیین کنید. بعد از اینکه حالا PS2 رو هم بسازیم اونجا دیگه مهمه که اسلات 1 کدوم باشه، اسلات 2 کدوم باشه. اینو سعی کنید بهش اختصاص بدید و بعد از اینکه اختصاص دادید وارد وبمن گیمز میشیم. اینجا بعد از اینکه حالا ما بازی‌ها رو ریختیم احتمال داره همچنان باز هم پوشه ها واسه ما نیاد، پوشه پلی‌استیشن 2 پلی‌استیشن حالا 1 و فلان اینها واسه ما نیاد. حتما وارد وبمن ستاپ میشید و اینجا رفرش وبمن گیمز ان XMB رو میزنید. اگر باز هم در واقع وارد شدید و دیدید که هیچ پوشه واسه شما ایجاد نشده حتما کنسولتون یک بار ریستارت کنید. یا اگر پوشه‌تون ایجاد شده اما مثلا بازیاتون کم تعدادش یا مثلا اون تعداد بازی که خواستید داخلش نیستش یک بار کنسول رو ریستارت بکنید درست میشه و میتونید به راحتی بازی رو اجرا بکنید. حالا واسه پلی‌استیشن ما زیاد واقعا مسئله خاصی نداریم، فقط کافیه که روی بازی بزنیم که این به راحتی خودش بوت میکنه و ما میتونیم به راحتی وارد بازی PS1 بشیم. حالا من این رو به عنوان مثال بازش میکنم، بازی تیکن 3 هستش و بریم ببینیم که چطوری اجرا میشه. میبینیم که به راحتی واسه ما بالا میاره و خب ما از اینجا میتونیم به راحتی وارد بازی بشیم و خیلی راحت بازیمون رو انجام بدیم. میبینیم که واقعا خیلی روون و راحت بازی رو واسه ما آورده و ما میتونیم بریم که خیلی راحت بازی PS1 رو روی PS3 اجرا بکنیم و بازیشون بکنیم. خب این از این و خب ما میتونیم به راحتی دیگه بیایم بیرون و بریم سراغ بازی PS2. دیدید که به صورتی میتونیم بازی PS1 رو روی PS3 اجرا بکنیم. حالا شما میتونید هر بازی که خواستید با فرمت بینکی رو میتونید به راحتی روی کنسولتون بریزید دقیقاً توی همون جایی که گفتم و خیلی راحت از قسمت وبمن گیم اجراش بکنید. حالا من وارد وبمن گیم میشم و وبمن ستاپ رو میزنم. اینجا آن ماونت دیسک رو میزنم که دیگه این سیدیش بره و خب میریم سراغ مورد اصلی که حالا یک مقدار پیچیده‌تره. اگر ما از اینجا به طور مستقیم بخوایم در واقع حالا مثلا من بتلفیلد یا گرند توریسمو رو اجرا بکنم میبینید که اجرا نمیشه واسه من و ارور میزنه. ما باید بریم که این ارور رو برطرف بکنیم که اینجا یک مقداری کار داره و ما باید حالا مراحلش رو پیش ببریم. من مجرد وارد آیریشمن میشم و استارت رو میزنم، وارد تولز میشم و فایل منیجر رو باز میکنم. همونطور که میبینید ما اینجا یه دونه پوشه داریم که نوشته X data و من از این قسمت در واقع قسمت Aش وارد dev htd0 میشم که در واقع اون جایی که میخوام در واقع پیست کنم و میام قسمت B دایره رو میزنم و کپی رو میزنم. حتما این پوشه‌ای که واسهتون قرار میدم رو داخل قسمت A پیستش بکنید که خب واسه انجام این کار نیازه. من این رو کپی میزنم و گفته که میخواید پوشه X data از dev usb به dev htd انتقال پیدا کنه. من میزنم yes و خب این انتقال پیدا کرد و خب دیگه با این قسمت کاری نداریم. من برمیگردم عقب و میریم سراغ ادامه مراحل. خب از اینکه ما در واقع پوشه X data رو هم داخل htd0 کپیش کردیم بعدش
وارد PS2 کلاسیک منیجر میشیم که خب حالا ورژن مختلفی هستش. پیشنهاد میکنم که این ورژن رو نصب کنید چون من جدیدترین ورژنش رو نصب کردم، مشکل داشت، به درستی کار نمیکرد و پیشنهاد میکنم که این رو نصب کنید چون خیلی راحت تر هستش. ما اینو اوکی میکنیم، وارد PS2 گیم لیست میشیم. اگر اینجا واسه ما چیزی نیاورد فقط کافیه که L1 یا R1 رو بزنید که اینجا وارد در واقع گیم لیست ها بشید و بیاره. حالا یه چند بار بزنید میاره. و خب حالا به عنوان مثال من اینجا گران توریسمو رو انتخاب میکنم که بریم که اجرا میشه یا نه. من روی گران توریسمو مثلث رو میزنم و اینجا نوشته encrypt ps2.iso/.bin و روی این ضرب در میزنم و یس رو میزنم که این بره انکریپتش بکنه. حالا که مقدار زمان میبره و خب به راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدید. حالا ما وای میسیم که این کارش تمام بشه، بعدش بریم ببینیم که اجرا میشه یا نه. خب فایل ما انکریپت شد و ما اوکی رو میزنیم. خب بعد از اینکه اوکی شد من سلکت رو میزنم که وارد این قسمت بشم، اگزیت رو میزنم که وارد XMB بشیم و بریم که ادامه مراحل رو با همدیگه پیش ببریم. خب بعد از اینکه وارد این قسمت شدیم من مجدد وارد مموری کارت یوتیلیتی میشم. این بار کرییت نیو رو میزنم، این بار واسه PS2 میسازم، یک اسمی هم میذارم و اوکی، این هم از این و اینجا بهش اختصاص میدم که حالا اسلات دومی باشه. برمیگردم عقب و بعد از اینکه اجراش کردم یک بار دیگه وارد آیریشمن میشم و اینجا میگه که واسه من اون رو شناسایی کرده. حالا من استارت رو میزنم که وارد گلوبال ستینگش بشم و فایل منیجر رو باز میکنم، وارد htdev 0 میشم، PS2 ایزو رو باز میکنم و اینجا میبینید که در واقع این فایل واسه ما ایجاد شده. من روی این دایره میزنم و رینیم رو میزنم و حالا با L1 برمیگردم عقب و اینجا قسمت ایزوش رو پاک میکنم و حالا هر چی دلم بخواد رو میذارم. به عنوان مثال من میذارم gt4.bin.enc و اینتر رو میزنم و خب توی پوشه A برمیگردم عقب و توی قسمت پوشه B اینجا وارد HD 0 میشم، PS2 ایزو رو باز میکنم، مجدد وارد این پوشه میشم و این رو انتقال میدم، یعنی در واقع موو رو میزنم به در واقع PS2 ایزو. میگه که از این پوشه میخوام به این پوشه انتقال شدم، میگم اوکیه و میگه که انتقال میده و من دیگه عملا با این پوشه کاری ندارم، روش دایره میزنم و دیلیت یس و با این گران توریسمو هم ایزوش کاری ندارم، دایره میزنم روش و دیلیت و برمیگردم عقب، باز هم برمیگردم عقب، مثلث رو میزنم و اگزیت فایل منیجر رو انتخاب میکنم و خب برنامه رو به طور کامل میبندم و وارد قسمت وبمن گیم میشم. پلی‌استیشن 2 رو باز میکنم، میبینید که اینجا واسه من فایل رو هنوز نشناخته. یک بار وبمن ستاپ رو میزنم، اینجا رفرش وبمن گیم XMB رو میزنم ببینیم میشناسه یا نه. این بار باز هم نشناخته. اگر نشناخت فقط کافیه که یک بار سیستم رو ریستارت بکنیم. من کنسول رو یک بار ریستارت میکنم. خب بعد از اینکه کنسول واسه ما ریستارت شد من هند رو باز میکنم تا وبمن گیم واسه ما بیاد بالا پوشش و خب میگه که وبمن گیم اینجا واسه ما اومده. پلی‌استیشن 2 رو باز میکنم و میگه که GT4 واسه ما اینجا اومده و من روش ضرب در رو میزنم و مجدد ضرب در رو میزنم که این بره و بازی رو واسه ما لود بکنه. بریم ببینیم که بازی به درستی اجرا میشه یا نه. خب همونطور که میبینید من چند لحظه است که وایسادم و هیچ اتفاقی نیفتاده و خب این هم احتمال داره که پیش بیاد و بعضی از بازی هم اجرا نشن. من یک لیستی رو واسه شما قرار میدم و الان که به اون لیست مراجعه کردم دیدم که گران توریسمو 4 به درستی اجرا نمیشه، ولی میریم سراغ یک بازی دیگه که حالا به درستی اجرا میشه و قابل بازی کردن هست و اون رو با هم دیگه تست میکنیم. ولی خب من یک لیستی رو بذارید همینجا بهتون نشون بدم به طور مستقیم. این وبسایت هستش که به شما میگه که کدوم در واقع بازی های پلی‌استیشن 2 اجرا میشن، حالا کدومشون سازگار، در واقع لیست اونه که سازگارن رو آورده. PS2 کلاسیکا اجرا میشن، پلیبلا 1846 تا اجرا میشن و خب گران توریسمو توی این دسته قرار میگیره و خب فریز میکنه و احتمال داره اجرا نشه و این دو موردن که خب کلا اصلا به درستی اجرا نمیشن. وقتی این اجرا نمیشه این هم قطعا اجرا نمیشن.
و بریم سراغ قسمت جی و اینجا بهتون نشون بدم گران توریسمو رو. میگه گران توریسمو 4 ماینر ایشیو داره و خب میگه به درستی شاید اجرا نشه، فریز کنه و توی قسمت لایسنس منیوش هم بمونه فریز کنه و اینجور مشکلات شاید داشته باشه. حالا ما میتونیم ببینیم که اینجا کلی بازی دیگه هستش، مثلا گادافوار 1، گادافوار 2 به طور کامل اجرا میشن و میتونیم اجراشون بکنیم و یا حتی مثلا حالا به عنوان مثال بتلفیلد مادرن کامبت رو اینجا میتونیم داشته باشیم. میگه که اجرا میکنه و حالا من این رو چون داخل پلی استیشن دارم این رو سریع تبدیل میکنم و خب میریم که اجرا میشه یا نه. خب مجدد برمیگردیم به پلی استیشن. دیدیم که بازی گران توریسمو 4 حالا به اون دلیلی که دیدیم داخل اون لیستی که با پلی استیشن 3 سازگار هستش اجرا نشد و میریم سراغ یک بازی دیگه. احتمال داشت که همچین اتفاقی بیفته، حتی خود من هم نمیدونستم و به اون لیست تازه مراجعه کردم. گفتم که یک بار با هم تست کنیم ببینیم که میشه یا نه. دیدیم که نشد. حالا میریم سراغ یک بازی دیگه. من سریع تمام مراحل رو انجام میدم و حالا دوباره بریم ببینیم که کار میکنه یا نه. این بار بازی بتلفیلد رو میخوایم انجام بدیم. دیدیم که توی سایت نوشته بود که سازگاره. حالا بریم با هم دیگه انجامش بدیم ببینیم که کار میکنه یا نه. خب میگه که این بازی واسه ما تبدیل شد و من ضبط رو میزنم و سلکت رو میزنم که وارد منوی اصلی شم و اگزیت رو میزنم و یس. مجدد میریم که تست کنیم ببینیم که این کار میکنه واسه ما یا نه. الان فقط کافیه که وارد آیریشمن بشم و فایل رو انتقال بدم. این مراحل رو من سریع انجام میدم. خب من تمام مراحل رو انجام دادم و کنسول یک بار دیگه ریستارت کردم و هن رو هم فعال کردم. مجدد وارد وبمن گیم میشم و پلی استیشن 2 رو باز میکنم. میبینیم که این دقیقاً اسمی بود که من گذاشتم واسه بتلفیلد مدل کامبت و حالا اجراش میکنم و مجدد ضبط رو میزنم. بریم که ببینیم بازی واسه ما اجرا میشه یا نه. طبق لیستی که گفته شده بود این بازی باید اجرا بشه و خب باید قابل بازی کردن باشه. بریم ببینیم که چی میشه. میبینید که اجرا شد و خب ما خیلی راحت میتونیم در واقع بازی رو داشته باشیم. میبینید که به راحتی داره واسه ما اجرا میکنه و من پلی کمپین رو میزنم، یه اسم اینجا انتخاب میکنم و من پلی رو میزنم که وارد بازی بشیم. دقیقاً درست بود، طبق همون چیزی که داخل لیست دیدیم این بازی واسه ما اجرا شد و خب خیلی راحت میتونیم به اون لیست مراجعه کنیم و بازی هایی که اجرا میشن رو به راحتی ببینیم و ببینیم که کدومش اجرا میشه کدومش اجرا نمیشه. من ضبط رو میزنم که وارد بازی بشیم. و خب میگه که به راحتی قابل بازی کردنه و ما خیلی راحت میتونیم این بازی رو داشته باشیم. این هم از این ویدیو. میدونم یک مقدار ویدیو طولانی شد ولی خب دید که به صورتی میتونیم بازی های پلی استیشن 1 و پلی استیشن 2 رو خیلی راحت روی کنسول پلی استیشن 3 اجرا بکنیم. بازی پلی استیشن 1 واقعا کار خاصی نداشت. مسئله اصلیمون پلی استیشن 2 بود که یک مقداری حالا فرآیندهای مختلفی داشتش، کار مختلفی باید انجام میدادیم ولی خب در هر صورت موفق شدیم که بازی رو اجرا بکنیم. در آینده هم سعی می‌کنم حتما بازی PSP رو اگر بشه و اگر قابل اجرا روی کنسول پلی استیشن 3 باشه حتما بعداً ویدیوشو بذارم و بازی‌های PSP رو هم بتونیم به راحتی روی کنسول پلی استیشن 3 داشته باشیم و اونها رو هم بازی بکنیم. حرف دیگه ندارم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب کانال یوتیوبتون که به شدت واسه حمایت از منه. خیلی مخلصم. تا ویدیو مراقب خودتون باشید.